کتوژنیک بهت کبد چرب میده وقتی غیر اصولی اجراش کنی و غیر اصولی ازش خارج میشی. میگی چطوری؟ بیا تا بهت بگم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که شما بعد از خروج از رژیم کتوژنیک دارید اینه که شما نمیدونید مقدار کربوهیدرات ها رو چطور همراه با چربی های سالم مصرف داشته باشید و همین خودش برای شما مقاومت انسولین ایجاد میکنه و ایجاد مقاومت انسولین در بدن کبد رو چرب میکنه و چربی خون هم بهش اضافه میکنه. مصرف کربوهیدرات هاتون رو افزایش میدید، چربی های ناسالم رو هم افزایش میدید. مورد دوم اینه که شما چربی های سالم رو همراه با کربوهیدرات ها به مقدار زیاد مصرف میکنید. زمانی که چربی سالم دارین مصرف میکنین، حجم چربی مصرفیتون زیاد باشه همراه با افزایش کربوهیدرات و قطعا این کربوهیدرات ها که شامل نون و برنج و ماکارونی و چیپس و پفک و همه اینها شیرینیجات و میوه ها هستن باعث افزایش مقاومت بدن به انسولین میشه و کبدتون چرب میشه. کبد چرب هیچ نوع دارویی نداره، فقط و فقط اصلاح تغذیه است.